قبل از اسلام در حبابی از فریب و غفلت زندگی می کردم. دنیای بیرون از اسلام هیچی نیست، اصلا وجود نداره. وقتی که مسلمون شدم یهو نگام به همه چیز عوض شد. انگار که الله یه پرده سیاهی رو از رو قلبم برداشت. بارالله، ایشان را در زیر سایه ایمان الهیت نگاه دار و والاترین طبقات بهشت را به آنها ارزانی دار، چرا که تو با موهبت و هدایت قرآن آنها را مورد رحمت خیش قرار داده ای، همان گونه که با قرآن هدایتشان کردی. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والطلوع لله أعلنت الرجوع. من اسماعیل هستم. قبل از اینکه مسلمون بشم اسمم لویی بود و الان 25 ساله هستم. اسماعیل جوانی موزیسینه که در لندن زندگی میکنه. اون 3 سال پیش به اسلام روی آورد. میخواییم داستان رابطه اون با قرآن و انتخاب قرآن به جای موسیقی و آواز رو از زبان خودش بشنویم. از فضل الله رحمانه که الان در خونه برادر عزیزمون لویی هستیم که دوست داره اسماعیل صداش کنیم. در شهر لندن و کشور انگلیس کنار هم نشستیم. از الله رحمان میخوام که برکت رو شامل حالش کنه. اسماعیل عزیز، میخوام بدونم که قبل از اسلام زندگی اسماعیل چگونه بوده؟ یعنی چگونه قبل از اسلام زندگی میکردی؟ چه دینی قبلا تو رو قانع کرده بود؟ چطوری اون دینو پیدا کردی و چقدر بهش عمل میکردی؟ اول از همه باید بگم که دین اول من قبل از اسلام موسیقی بود. مثل هر موزیسین ماهر دیگه‌ای موسیقی در زندگیم حکم میکرد. برای خیلی از مردم کشورهای غربی و کل جهان موسیقی مثل خدا میمونه، مثل یه الهه میپرستنش و خدای من هم قبل از اسلام موسیقی بود. الحمدلله الله سبحانه و تعالی از اون زندگی نجاتم داد و دین مادرم یهودی بود. بنابراین فرهنگمون به سبک یهودی ها بود. بعضی آخر هفته ها می رفتیم کنیسه. وقتی که 13 سالم شد جشن بار میتزوا گرفتیم. در فستیوال ها، جشن ها و مراسم خاص یهودی ها شرکت می کردیم. سبک زندگیمون کاملا یهودی بود. سبحان الله. در دیداری که با اسماعیل داریم در ابتدای ورودمون به خونه ایشون یه چیزای اینجا متوجه شدم و توجه منو جلب کرد و دیدم که همکارام هم متوجه شدم. با توجه به اینکه اسماعیل نوازنده یه گروه موسیقی بوده سبحان الله، الانم آثاری از آلات موسیقی اینجا میبینید که این آلات رو دور نریخته و ازش به عنوان سطل زباله یا وسایل دیگه استفاده میکنه و تغییر کاربری داده. جالبه نه؟ یه روز از خودش میپرسه که چه کسی خالق این جهانه و چرا این دنیا را آفریده، تا اینکه یه روز به ندای درونیش توجه کرد که احتمالاً باید پاسخش در اسلام باشه. یه روز در کانال BBC فیلم مستندی به اسم رازهای بی‌نظمی در حال پخش بود. این مستند درباره این بود که از اون ابتدا که نظمی در جهان وجود نداشته همه چیز چطور در کنار هم قرار گرفت و انسجام از بی‌نظمی چطور شکل گرفت و این نظم و الگوی خاصی که در ستاره ها و جزء طبیعت دیده میشه چطور به وجود اومد. صحنه چیزهایی که نشون میداد و دیدم و شگفت زده شدم.
به نظرم اومد که در پس همه این واقعیت‌ها و الگوهای طبیعی و زیبا باید یه خالق توانا وجود داشته باشه، یه خالق بی‌نقص که تونسته جهانو به این بی‌نقصی بیافرینه. به نظرم این مرحله اول بود. مرحله دوم وقتی اتفاق افتاد که یکی از دوستام کتاب ترجمه انگلیسی قرآن رو بهم هدیه داد. 1 سال یا شاید 2 سالم بهش دست نزدم و گذاشتمش توی کتابخونه بمونه. اما بعد یه مدت اتفاقایی تو زندگیم افتاد که همیشه احساس غم و اندوه داشتم. اون موقع خیلی در زمینه موسیقی پیشرفت کرده بودم و هر روز موفق‌تر می شدم، اما هرچی موفق‌تر می شدم مشکلات و سختی‌هام بیشتر می شد و من بیشتر احساس اندوه می کردم. همون موقع بود که یه روز چشمم به قرآن افتاد و تصمیم گرفتم بهش نگاه کنم. بازش کردم و شروع کردم به خوندن آیه‌های قرآن. اول سوره فاتحه و بعد سوره بقره و تأثیری که روم داشت اونقدر زیاد بود که از همون اول کلمه به کلمش برام تکان دهنده بود. واقعا عجیب بود. خیلی روم تأثیر گذاشت، مخصوصا آیات 11 و 12 سوره بقره که الله سبحانه و تعالی در مورد مفسدین فی الارض صحبت میکنه و میگه که همیشه وانمود میکنن که برای صلح و اصلاح تلاش میکنن، اما در واقع برای افزایش فساد اینجان. من تو زندگیم و حتی در زمینه موسیقی خیلی از این آدما رو دیده بودم، کسایی که بهت نزدیک میشن و وانمود میکنن که خیر و صلاح تو میخوان، اما در واقع فقط پول و شهرت تو میخوان. اشتكى جوف الظما لما بكى جفني دما والدرب خاف جهنما لجأت للقرآن يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن. الحمدلله بعد از اون روز همه چیز عوض شد و من واقعا به اسلام علاقه‌مند شدم. بات الليالي قاسية ما عدت أدري ما الضياء إلا مع القرآن بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى هتاي أسلمت روحي با برنامه هدایت یافتگان با قرآن همراه ما باشید. تحلو الحياة شوقا إلى المولى هتاي أسلمت روحي للإله. وقتی قرآن رو واسه اولین بار باز کردی و میخوندی چه احساسی داشتی؟ قبل از اینکه قرآن رو باز کنم حس می کردم یک کوه روی شونه هامه، فشار زیادی روم بود و مغز و قلبم به خاطر مشکلات و استرس زیاد به هم ریخته بود. وقتی که شروع به خواندن کلام الله کردم حس کردم دنیا روشن شد، حس کردم یه باری داره از روی شونه هام برداشته میشه. واقعا میگم که احساس عجیبی بود. سبحان الله. حالا این تازه فقط یه ترجمه انگلیسی معمولی بود، اما بعد از دفعه اولی که قرآن خوندم کتاب الله به همراه همیشگیم تبدیل شد. قبل از اینکه مسلمون بشی هم قرآن همراهت بوده؟ بله، ترجمه انگلیسیش همراهم بود. دلم میخواست بیشتر بفهممش، برای همینم حتی تو اتوبوس هم قرآن میخوندم. أغلى طريق وهو الشفيع هو الرفيق يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة قد زان لي أغلى طريق. حتی قبل از مسلمون شدنش هم از قرآن کمک میگرفت، چرا که نور روشن چگونگی هدایتش رو در این کتاب درک کرده بود و قلبش اونو به سوی اسلام دعوت میکرد. بالاخره وقتی تصمیم گرفت شهادتین رو به زبون بیاره به نزدیکترین مسجد محلشون حرکت کرد. چند تا مسلمون بیرون مسجد ایستاده بودن. من مستقیم رفتم به طرفشون و گفتم که میخوام مسلمون شم. خب تعجب تو صورتشون میدیدم، آخه من اون موقع این شکلی نبودم. الحمدلله منو به داخل راهنمایی کردن و رفتیم بالا.
شرایط گفتن شهادتین رو برام گفتن و خدا رو شکر منم به کمکشون شهادتین رو خوندم. همین که این کلمات رو به زبون آوردم انگار سنگینی یه دنیا از رو شونه هم برداشته شد. همه اون مشکلاتی که تو زندگیم داشتم، مشکلاتم با اطرافیام، ناگهان حس کردم که دیگه مشکل نیستن. نمیدونم چی کار کرده بودم که لیاقت هدایت الله سبحانه و تعالی رو پیدا کردم، اما هرگز نمیتونم به اندازه کافی شکرگزار باشم. هیچ کدوممون نمیتونیم. فقط امیدوارم که الله سبحانه و تعالی هر روز ایمان منو به این دین محکمتر کنه. واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. بعد از مسلمون شدن رابطت با قرآن چگونه شد؟ الحمدلله من هر روز قرآن رو میخونم. من هر لحظه به قرآن نیاز دارم. انگار بهش اعتیاد دارم. اگه همراهم نباشه خیالم راحت نیست. قبلها موزیک می نواختم تا احساس آرامش کنم، اما این احساسی که از موسیقی بهم دست میداد یه توهم بود، واقعی نبود. فقط چیزی بود که حواس آدم رو از ذکر الله پرت می کرد. موسیقی همه رو جذب میکنه. وقتی کسی به موسیقی گوش میکنه اونقدر جذابه که سریع به دلش میشینه. شاید یکی از قوی ترین اسلحه های شیطان باشه. وقتی که من حدوداً 18 یا 19 ساله بودم اولین اجرام رو در این کلاب که اینجا میبینین انجام دادم. در سالهای آخر قبل از مسلمون شدنم اجراهام و برنامه‌های زیادی که داشتم همش تو این کلاب بود و این دور و برا کاملا مشهور شده بودیم. اما باور کنید که شکر خدا الله سبحانه و تعالی منو از این زندگی نجات داد تا دیگه پامو توی این کلاب نذارم. باور کنین که من اون سبک زندگی رو تجربه کرده بودم و میدونم که هیچی به جز فتنه و شر نیست. هرچی موفق تر میشین بدتر میشه. باید بین اسلام و موسیقی یکی رو انتخاب میکردم، چون ممکن نبود هر دوشون رو کنار هم داشته باشم. ابن قیم میفرمایند علاقه به الله و موسیقی هر دو نمیتونن همزمان در قلب بنده خدا وجود داشته باشن. ابن قیم میفرمایند دوست داشتن قرآن و علاقه به موسیقی هرگز یکجا در قلب مؤمن جمع نمیشه. كم عشت والتفريط عادة ما ذقت في الدنيا سعادة حتى اهتديت إلى العبادة يا راحتي لما اهتديت. الان 3 ساله که اسلام رو پذیرفته، اما وقتی که ارزش این دین جاودان رو فهمید نگاهش به دنیا و درکش از زندگی کاملا فرق کرد. الحمدلله انگار دیگه یه دنیای دیگه است، چون عینکی که باهاش به دنیا نگاه می‌کردم رو عوض کردم. قبل از اسلام عینک دنیا روی چشام بود، اما وقتی که مسلمون شدم یهو نگام به همه چیز عوض شد. انگار الله سبحانه و تعالی یه پرده سیاهی رو از روی قلبم برداشت، کفر رو از قلبم بیرون کرد و همه چیز رو متفاوت دیدم. الله رحمان میفرمایند همان کسی که خدا سینه‌اش را برای اسلام گشاده است بر فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته. سبحان الله. قلب اسماعیل الان با اسلام پر نور شده. در این که از وقتی مسلمان شدم الله امتحانهای زیادی ازم گرفته شکی نیست، چون الله بارها در قرآن فرمودند که فکر نکنین اگر فقط بگین که ایمان آوردیم باورتون میکنیم، بلکه بارها در همه زمینه‌ها امتحانتون میکنیم. بعد از اینکه مسلمون شدی و شهادتین رو به زبون آوردی و وقتی خانواده، اطرافیانت، پدر مادرت و دوستات میدیدن که تو تغییر کردی، عکس العملشون چی بود؟ چطور رفتار میکردن؟ راستش اوایل مشکلات خیلی خیلی بزرگی به وجود اومد، مخصوصا رابطه من و مادرم. میدونید این رابطه به مشکلات زیادی برخورد کرد، چون اون از یه خانواده یهودی بود. وقتی که من بهش گفتم اون گریه کرد، خیلی گریه کرد، طوری که انگار پسرش مرده. الحمدلله پدر و مادرم همیشه بهترین بودن و
تمام تلاششون رو برای موفقیت من کردن. اما وقتی که مسلمان شدم خیلی ناراحت شدن، مخصوصا مادرم. الحمدلله الان دیگه ازدواج کردم و یه پسر کوچولو به اسم ابراهیم داریم. ماشاءالله، خدا حفظش. ممنونم شیخ. الحمدلله الان وضعیت خیلی بهتره. بعد از مسلمان شدن تحت تاثیر چه آیاتی بیشتر قرار گرفتی؟ کدوم آیه بیشتر دوستش داشتی و سرلوحه و شعار زندگی قرار دادی و ابداً فراموشش نکردی؟ بله، سوره حدید آیه شماره 20. در این آیه الله سبحانه و تعالی در مورد اینکه زندگی دنیوی فقط یه فریبه صحبت میکنه. میدونید قبل از اسلام زندگی من و همه اطرافیانم جوری بود که انگار قبل از اسلام در حبابی از فریب و غفلت زندگی می کردم. دنیای بیرون از اسلام هیچی نیست. میدونید کار در زمینه موسیقی دقیقاً همینطوره. همش باید بری کلاب و دیسکو و بارهای مختلف، مهمونی‌های مختلف و هر روزم این برنامه‌ها بیشتر و بیشتر میشن. زندگی که همش در آیه 20 سوره حدید خلاصه شده یه فریب کاملاً تو خالیه. میدونید اینا همش یه زندگی ظاهریه. این آیه شعار اسماعیله. این آیه میتونه بهترین شعار واسه همه ما هم باشه. این پیام مهمی به همه اون افرادیه که فکر میکنن زندگی دنیوی مهمترین بخش این جهانه. در این آیه الله سبحانه و تعالی از زندگی فانی و دنیوی بعد میگه و لذت‌های دنیوی رو فریب‌های توخالی میدونه. الله در این آیه میفرماید بدانید زندگی دنیا تنها بازی، سرگرمی و آرایش و پیرایش و فخر فروشی در میان همدیگر است و مسابقه ایست برای افسون طلبی در اموال و فرزندان. همین. بعد الله رحمان مثالی میاره و میگه دنیا همچون باران است که گیاهان آن کشاورزان را به شگفت میآورد. سپس گیاهان رشد و نمو میکنند و بعد گیاهان سبز پژمرده و زرد میگردند و نهایتاً به گاو تبدیل میشوند. این واقعیت زندگی دنیوی ماست. همه باید بدونین که بیرون از اسلام هیچی نیست. واقعا هیچی نیست. راستش الحمدلله الله هر دو راه متفاوت زندگی رو به من نشون داد. هم زندگی قبل از اسلام و هم الان الحمدلله بعد از اسلام رو میبینم. زندگی جاهلان دنیا پرست رو تجربه کردم و ایمانم تجربه کردم. ایمان از همه چیز با ارزش‌تره. هو حجتي إن جئت للرحمن بكلام ربي يا فؤادي أشرقت روحي وتلهج للإله لساني. آرزوی من اینه که در یکی از کشورهای عربی در زمینه اسلام تحصیل کنم انشالله، مخصوصا در مدینه. یکی از آرزوهام اینه که در دانشگاه اسلامی مدینه در زمینه اسلام تحصیل کنم و انشالله بتونم از دانش اسلامی که به دست میارم در اینجا بهترین بهره رو ببرم و به خانواده‌ام، دوستام و مردم کشورم اسلام رو آموزش بدم. أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برهاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي الدامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت أسير بدرب قرآني فيشرق صبح برهاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني
جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة ساق. أخي إما مررت بها فثم النفع رقراق. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت. مع القرآن اهتديت. فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدرب قرآني